به داستانکده سلین خوش اومدین. این داستان شاهزاده‌ای آینه‌ای خاموش و راز کلید زرین. در روزگاران بسیار دور، در دامنه کوهی گرفته، قلعه‌های عظیم و سنگی وجود داشت که دیوارهایش با گیاه پیچک پوشیده شده بود. این قلعه متعلق به پادشاهی بود که تنها یک دختر به نام نورا داشت. نورا مثل دیگر پرنس‌ها به دنبال جواهرات نبود او شیفته‌ای کشف بخش‌های متروکه‌ای قصر بود. روزی، نورا در حالی که در زیرزمین‌های نمور قصر قدم می‌زد، پشت یک تابلوی نقاشی قدیمی، دریچه‌های کوچک و آهنی پیدا کرد. روی دریچه، سوراخ کلیدی به شکل یک گلرز بود. او یادش آمد که سالها پیش، پیرزنی در بازار به او کلیدی کوچک و زرین داده و گفته بود، روزی این کلید، قفل زندگیات را باز می‌کند. نورا کلید را در قفل چرخاند. در با صدای نالهایی باز شد و او وارد تالاری شد که زمان در آن ایستاده بود. در مرکز تالار، شاهزادهای جوان روی تختی از سنگ مرمر سیاه نشسته بود، اما او نه حرکت می‌کرد و نه نفس می‌کشید. او به مجسمه‌های سنگی تبدیل شده بود. در دستان سنگی او، آیین‌های نقرهایی قرار داشت که به جای انعکاس اتاق، تصویری از یک باغ جادویی و همیشه بهار را نشان می‌داد. روی دیوار تالار با خطی زرین نوشته شده بود: کسی که بخواد طلسم سنگ را بشکند، باید 40 شب تمام، بدون آن که پلک برهم بذارد، در آینه بنگرد و داستانهایی از شجاعت و فداکاری را برای شاهزاده زمزمه کند. اما بترسد از لحظه‌ای که خواب بر چشمانش چیره شود، چرا که آینه او را نیز به درون خود خواهد کشید. نورا تصمیمش را گرفت. او 40 شب کنار شاهزاده نشست. او از داستانهای سرزمینهای دور، از فداکاریهای بزرگ و از آرزوهایش برای شاهزاده گفت. در شب 39، وقتی خستگی به او فشار می‌آورد و چشمانش سنگین شده بود، ناگهان متوجه شد که تصویر درون آینه تغییر کرده است. موجودی از جنس مه و سایه، یک جن نگهبان، از درون آینه بیرون آمد و سعی کرد با زمزمه‌های وسوسه‌انگیز او را به خواب فرو ببرد. نورا به جای ترس، شروع به خواندن آوازی قدیمی کرد که مادرش برایش می‌خواند. صدای او چنان قدرتی داشت که سایه را به عقب راند. با طلوع اولین پرتو خورشید روز 40، بدون حضور ماه در آسمان، همانطور که در دنیای توست، ترک کوچکی روی دست سنگی شاهزاده ایجاد شد. سنگ‌ها یکی پس از دیگری ریختند و شاهزاده جانی دوباره گرفت. او به نورا نگریست و گفت: تو نه با جادو، بلکه با قدرت کلمات و صبورت مرا از زندان 1000 ساله آزاد کردی. از آن روز به بعد، اون تالار متروکه به زیباترین بخش قصر تبدیل شد و آینه دیگر تصویری از باغ دوردست نشان نمیداد، بلکه آینده‌ای روشن آن دو را به تصویر می‌کشید.